سلام دوستای خوبم. 3 جولای رو میخوایم بک تست بگیریم. من ابتدا 16 و 30 رو مشخص کنم. خب ببینید تو این روز خیلی مشخصه که سقف و کف کجاست، ولی خب با توجه به سایکل اسپایک کانال تریدینگ رنج دقیق تر میشه سقف و کف رو مشخص کرد. اولین اسپایک که خیلی به چشم میاد میتونه این اسپایک باشه یا این اسپایک باشه. عرضم به حضورتون که میتونه این اسپایک باشه. همه اینا میتونه به عنوان شروع بازار و رسم نواحی به شما نواحی درست رو بده. به عنوان مثال اگه بخوام این اسپایک رو در نظر بگیرم، شما کانالی که واسهش میتونید در نظر بگیرید، من اینو درستش کنم، کانالی که میتونید واسهش در نظر بگیرید یه همچین کانالیه و قیمت بعد از خروج از این کانال یک سقف تشکیل داده که اینجا سقف تی آر میشه و این کف که پایین ترین قیمت داخل کانال هست میشه کف تی آر که میبینید برخوردهای خیلی تمیزی داره و تی آر درستی. ولی تی آری که من باهاش معامله کردم توسط این اسپایک در نظر گرفته شد. من اینجا رو اسپایک گرفتم، اینجا رو به عنوان کانال در نظر گرفتم، سقف و کف کانال، و بالاترین قیمتی که تو کانال بوده رو به عنوان سقف و پایین ترین قیمت رو همونجور که میبینید اینجا میشه در نظر گرفت و 3 تا هم برخورد داره و این تی آری بود که من باهاش ترید کردم. خب باز هم نواحی دیگه هم هست که بتونید ازش استفاده کنید. مثلا خود این اسپایک میتونه یک ناحیه‌ای باشه و اینجا بشه کف تی آرتون و اینجا هم بشه سقف تی آر. با هر ناحیه‌ای شما میتونید ترید کنید و بازار به شما ریاکشن درست میده، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. نمیتونی بگی ناحیه‌ای که کشیدم درسته یا غلطه. شما اگر استاندارد که میشه همون اسپایک کانال تریدینگ رنج، این استاندارد رو رعایت کنید، همیشه بازار به شما روی خوش نشون میده. مثلا من اگه بخوام یه نکته مهمی و اینجا هم تو همین مضمون همین موضوع بخوام با شما مطرح کنم اینه، اگه شما این رو به عنوان اسپایک در نظر بگیرید، این لگ رو، 2 مدل کانال میشه واسش رسم کرد. یه مدل کانال که شما میتونید از این کف به این شکل یک ناحیه بسازید و سقف رو هم اینجا بگیرید. یه همچین کانالی که بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو، یعنی همین ناحیه رو به شما بده. ولی اگر شما بیای با این حالت، یعنی سقف ها رو به هم وصل کنید به عنوان سقف کانال و کف رو هم به این شکل در نظر بگیری، اون وقت یه مشکلی به وجود میاد. اونم اینه که قیمت هنوز توی کاناله و وارد تی آر نشده. پس شما باید این نکات رو در نظر بگیری که سایکلتون باید کاملا تشکیل بشه طبق اون اسپایکی که در نظر گرفت. خب من دیگه بیشتر از این توضیح ندم، وارد تحلیل میشه. خب ببینید این کندل بزرگ و پر از شادو کندل اوپن نیویورکی که ساعت 16 و 30 دقیقه وقت بروکر من هستش. قبل از بازار خیلی ها روی سقف سل میزنن و همین هم باعث میشه قیمت بیاد پایین، روی کف بای میزنن قیمت میره بالا. ولی استراتژی ما چیه؟ استراتژی ما شکست نواحیه و ما حالا اگر شکست هم در نظر نگیریم، ترید روی نواحی ارزی در حقیقت به عنوان اون ناحیه‌ای که ما میتونیم ورودمون رو داشته باشیم. حالا اگر این نواحی شکست، بر اساس شکستشون تصمیم میگیریم. اگر هم داخل وارد شدن و حالت معکوس و ریورس رو به ما دادن، میتونیم باز هم ورود کنیم. ناحیه ارزی هم من رسم کنم.
خب همونجور که گفتم ناحیه ارزی زمانی من میدلاین رو در نظر میگیرم که ببین من تو هر ویدیو اینا رو دارم هی توضیح میدم، واسه همین خیلی مهمه که هی میگم، چون میدلاین ما حدود 400 پوینت خیلی کوچیکه، من سعی میکنم بزرگترین حالت رو در نظر بگیرم. پس ناحیه ارزی من به طور کامل و بدون میدلاین رسم میشه که حدود 800 پوینت. بله خیلی خوب. حالا همونجور که میبینی قیمت توسط این 3 تا کندل خودش رو به کف رسونده و توسط این کندل کف شکسته میشه. حالا آیا با این کندل میشه ورود کرد؟ چون هم 2/3 کندل بیرونه، هم کندل پرقدرتیه و تمام المان های شکست رو ما توی این کندل میبینیم، ولی مشکلی که وجود داره ریسک به ریوارد به هم ریخته است. یعنی شما اگر اینجا ورودتون باشه و استاپ پشت بادی بذارید، تارگت 2 یک ناحیه‌ای میفته خارج از ناحیه ارزی، پس ما طبق این کندل ورود نباید بکنیم، حتی اگر تیپی 2 هم در ادامه بازار داده باشه. پس توی نکات باید بنویسید که با ریسک به ریوارد به هم ریخته ما ورود نمی کنیم دیگه. حالا پشت بادی که تارگت 2 به هم ریخته است، چه برسه بخوام من اینو بذارم پشت شادو. خیلی خوب، پس با این ما ورود نمی کنیم. همینجور که می‌بینید قیمت روی کندل بعدی یک پینبار صعودی به ما داده و این پینبار صعودی داره به ما سیگنال بای میده و این خیلی مهمه که یک همچین موضوعی رو بهش دقت بکنید، یه توجهی بهش داشته باشید. و این شادو بلند باز داره به ما نشانه این رو میده که قیمت دیگه بیشتر از این علاقه به ریختن نداره. ولی ما طبق استراتژی میخوایم ورود کنیم، کاری با تحلیل‌های دیگه نداریم، صبر میکنیم. قیمت به این سقف برخورد میکنه و میشکنه و میره داخل. آیا با این کندل میشه بای زد؟ باز باید ریسک به ریوارد رو بررسی کنیم. وقتی این ریسک به ریوارد به هم ریخته است، تارگت 1 هم شما بیرونه توسط این کندل، چه برسه به تارگت 2. پس حق ورود به معامله نداریم. کندل بعدی به صورت نزولی بسته میشه، ولی چون این کف رو نشکسته ما ورود نمیتونیم بکنیم. کندل بعدی صعودیه. خیلی خوب، ببینید دوستان، من باز هم زوم کنم چون اینجا اتفاقات مهمی داره میافته. ببینید روی این کندل آیا میتوان ورود کرد یا خیر؟ من الان میخوام بررسیش کنم. این کندل صعودی چند تا مشکل داره واسه ورود. من خودم توسط این کندل طبق پلن میشه روی این ورود کرد، خب چون کندل صعودیه و روی کفه و شما ریسک به ریوارد هم به هم ریخته نیست، میتونی ورود کنی. ولی دارم دلایلی رو به کار میگیرم که نذاره شما ضرر کنید، یعنی این چیزایی که من خودم هم تو بازار بهشون توجه میکنم و باعث میشه من روی این کندل ورود نکنم. اولا این که شما اگر بخواید طبق این کندل ورود بکنید، اگه استاپتون پشت بادی باشه حدود 98 پوینت، یعنی حالا بگید 100 پوینت، یعنی حدود 10 پیپ فقط شما میشه استاپتون، خیلی کمه. حتی پشت شادو هم بذارید همینجوره. من قبلا هم گفتم حداقل استاپ باید 200 پوینت باشه، یعنی 20 پیپ و کمتر از اون خیلی ریسک کارتون میره بالا. پس این اولین دلیل واسه این که نباید طبق این کندل بای بزنید. دومین دلیل این که این کندل یه پینبار نزولیه، درسته صعودی بسته ولی یک پینبار نزولی به حساب میاد و کندل پشتیش که یه کندل مشکی رنگه به شدت پرقدرت بسته شده، ولی این کندل در واقع پینبار صعودی، پینبار نزولی که حالت صعودی بسته شده، این کندل رو نتونسته کامل چجوری بگم اینگالفش کنه یا روش تأثیر خوبی بذاره که به ما دیده این رو بده که بشه باهاش بایزه. پس این تمام این مسائل داره به ما میگه که
احتمال ورود با این میتونه کم باشه، چه بسا اگه شما ورود میکنید تارگت 2 هم میداده، ولی خب من ورود نکردم. من کجا ورود کردم؟ من روی کندل بعدیش ورود کردم. یعنی این کندل داره به من حالت صعودیه، داره به من طبق پلن میگه شما میتونی بای بزنی، ولی کندل بعدی دیگه اومده تایید کرده کندل قبل، چه بسا بالای EMA این خطوط نقطه چین هم EMA 20، یعنی مووینگ اوریج که حالت اکسپوننشیالی داره و سایکلش هم 20 کندله، EMA 20 و شما روی این نقطه میتونستی ورود کنی، استاپ پشت بادی یا شادو و تارگت 2 با توجه به اینکه به هم ریخته نیست ریسک به ریوارد، تارگت 2 رو بگیری و از بازار خارج بشی. و من هم عرض کردم روی این ورود کردم و این کندل قبل رو تایید کرده و اینکه بخوام حالا دلایل بیشتری واسه ورودم هم بگم اینه که قیمت اینجا یک لگ صعودی زده و تا نصفش رو که اینجا نصفش میشه دقیقا، تا نصفش رو پول بک زده برگشته و رفته برای لگ 2 که میشه به این شکل، یعنی لگ 2 هم حالا اینجاها برگشته. پس شما طبق این کندل میتونستی ورود کنی یا حتی این کندل، هیچ فرقی نمیکنه، به هر حال طبق استراتژی این ورود و تارگت 2 توی این در حقیقت روز هم به دست اومد. خسته نباشید، وقتتون بخیر.